али ибн Сино. برای چی طب علم لبی گفته نویستگینی؟ اون کس حق حقوق ندارد و یا رو ازبک گفتم من. برای اون که ازبک خودش وجود نداشت تا دوره رئالیته. ملت ازبک حتی اون کس نمیشناخت چی بود وای. این نادرستین. اگر همین صنف‌های تاجیکی گروه‌های تاجیکی کشاده شود و بعد بینید که با از ما همون ابن سیناهای احمد دانش‌ها برآمدن میگیرن. صدر نینی جلال اکرام بر این آدم بزرگ تاریخ رو نفسر دانستن در کار تاریخ رو نفسر آموزند. اگر ادبیات ازبک از عصر 15 از علی شیر نوایی صرف شدگی باشد اگر ادبیات ما در عصر نو از ابا عبدالله رودکی صرف شدگی بود در بخارا و یگان کس حق ندارد ملتش ویران کردن بود. ما هزار سالها وجود داشتیم حتی در زمانهای زردشتیان در زمان سامانیان همه علم معرفت همیشه به زبان تاجیکی زبان فارسی بود.